شهادت الله اله الا الله. تاریخ گواه است که مردایی بودند که سر در سجده الهی وارد شدگی نیستند، یک روز روزه گرفتگی نیستند، با شرافت همین کلمه راست جنت رفتند. خدای تعالی همه گناهاشون را آمرزه. چهار کار پیوسته انجام بده، زیاد کنه همین چهار کار. استکثار به معنای طلب زیادت است. هر قدر که میتونه زیادتر و زیادتر همین کارا را انجام بده. خصلتین ترضون بهما ربکم. دو خصلتش، دو کارش چیزی هست که سبب خشنودی پروردگار از شما میگردد، یعنی خداوند متعال از شما خشنود میگردد. و خصلتین لا غنا بکم عنهما. دو خصلت دیگر، دو کار دیگر است که شما خودتون احتیاج داره به اونا، شما خودتون احتیاج داره، مورد نیاز شما است. فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشهادت ان لا اله الا الله و تستغفرونه. او دو چیزی که باعث خشنودی و رضای پروردگار قرار میگیرد، اولش همین کلمه شهادت از یاد بگیر، ذکر خدا را زیاد کنید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. لا اله الا الله و محمدا رسول الله. همینا رو میگه زیاد کنید. خدای بزرگ شنیدن همین کلمه شهادت، کلمه طیبه را از زبان بندش خوش داشته است، دوست می‌دارد پروردگار. و کلمه دومی که باعث رضای پروردگار قرار می‌دهد، تستغفرونه، از خداوند بزرگ طلب استغفار کنید. ولی همین ببینه که در تراویح وقتی که قاریا هر نوعی که اگر هم تسبیح بخونن، در آخرش لا اله الا الله و نستغفر الله میگن. لا اله الا الله. چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که خداوند شنیدن یعنی ذکر دوست می‌داره. با تکیه و استناد به همین حدیث است که در تسبیح‌های تراویح ما البته همین را تاکید می‌کنیم. حقیقتا این ذکر خدا لا اله الا الله این بهترین ذکر است. افضل ذکر لا اله الا الله. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه از این دیگه ذکر بهتر نمی‌شود. نقطه اسرار عالم لا اله، انتهای هر دو عالم لا اله، تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. هر کسی اهل لا اله الا الله است، انشاءالله چیز زیانش رسونده نمیتونه. حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه، صحابی بزرگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت کردند که بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نصیحت فرمود، گفت من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله حرم الله علیه النار. هر کسی گواهی میده که نیست معبود مگر الله ذوالجلال و گواهی میده که محمد صلی الله علیه و سلم رسول برحق پروردگار است، خداوند آتش جهنم و بر بدنش حرام میگرداند. سبحان الله. ولی مؤمنای بدیان که همین ذکر زیاد میکنن، وقتی که از بالای پل صراط میگذشتند، آتش جهنم میگه ناله میکرد از پیش پروردگار، ای خداوند همی را زودتر بگذران که پروژکتور نور یا آتش ما را خاموش کرده است. خداوند این خیلی بنده های بزرگ داره. اینا ببینید خدای تعالی میگه آتش جهنم بر بدنش حرام میگرداند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت کرده است، میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی در حالت از دنیا میگذره که اعتقاد و باوری داره الایمان بضع و سبعون شعبه و فی روایت بضع و ستون شعبه، ایمان 70 چند شاخه داره. در روایت اومده است که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که ایمان 60 چند شاخه داره. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بزرگترین شاخه ایمان انم کلمه شهادت است. از این دیگه بزرگتر چیزی نیست. و از همه کمترین شاخش دور کردن چیزی که باعث آزار و اذیت مردم است از سر راه.
خوب خار باشه و خوب سنگ باشه و خوب شیشه باشه، همون سفیدای پیش در دستشو عصا بود. اگر بیانشو خم هم که نمیشید به همون نوک عصا همون چیزایی را که باعث آزار و اذیت مردم میشید دور میپرداختن. ولی با درجه تنبلی هستیم از برای خدا فوتبال کرده میریم با یگان وقتی چاهی خولی شدگی باشه پپسی همون را شتشب کرده فوتبال کرده میریم. بعد در هم باید ایره با پچکش میکنه میریم. حالا که همین هم یک گوشه ایمان است. و حضرت در آخر حدیث گفت والحیاء شعبة من الایمان. انمی حیا یک گوشه ایمان است. کسی که با حیا است ایمان داره، کسی حیا نداره ایمان نداره. یعنی انمی کلمه لا اله الا الله را هر چی میتونه زیادتر بگه. یک برادر در مسجد مراجعت کرد، گفت یا ذکرم تعلیم بده، ذکری همیشگی باشه. گفتم بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. یگان چیز دیگه گفتم همین بس است. عیدا دیگه ذکری بزرگتر نمیشه. همین خط شروع که ان شاء الله به همه مرتبه و منزلتی که دلت میکشه خداوند میرسونه. شهادت الله اله الا الله. تاریخ گواه است که مردای بودن که سر در سجده الهی وارد چکیدگی نیستند. یک روز روزه گرفتگی نیستند. با شرافت همین کلمه راست جنت رفتند. خدای تعالی همه گناهاشون را آمرزه. امام مسلم روایت میکند، میگه حضرت عمرو ابن عاص وقتی که نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد در سال 7 هجری، عمرو ابن عاص امیر قریش امیر بود. حضرت بار دید از دور اومده است بعد اسلام آوردنش، گفت حقیقتا همین زیب امیری داره، حرکتاش مثل حرکتای امیر یک امیر. در سال 7 هجری نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد. شخصی که دشمن جانی پیغمبر بود، دشمن مسلمان‌ها بود. همون شخصی که حتی نزد نجاشی رفته بود با دعوا که مسلمانای مهاجری ما را تسلیم کنه در دست ما. نزد حضرت اومد گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم ابسط یمینک فلابایعک. دست راست درست که گفت من بیعت کنم قطعی مسلمان میشم. حضرت میگه وقتی که دستش درست کرد عمر دستش قفا کشید و گفت مالک یا عمر چی در داری؟ برای چی دست قفا کشیدی؟ گفت اريد ان اشتریتا، میخوام یا شرطک بونم. حضرت گفت تشتری تو بی ما تو چی شرط میمونی؟ اینجا جای شرط گذاری نیست. مسلم کسی نمیگه که تسلیم حکم پروردگار میشه، چگلی شرط قید؟ گفت ایغفر لی یا رسول الله. گفت که من یک عمر مدید قطیت جنگ کردم، بر ضد مسلمانان جنگ کردم، این گناه من دارم ایبوش سرم زیاد، اگر خداوند گناه من بخشه وای به حال و حال من چی میشه؟ حضرت میگه تبسم کرد گفت اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله. یا عمر تو مگر نمیدونی که همین اسلام همین کلمه شهادت که واسه تو میگوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، تمام گناههای پیشینه تو همه را حذف میکنه و همین تازه و پاکیزه میشه. و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها. مگر تو نمیدونی که هجرت به خاطر الله تمام گناههای پیشینه بنده را محو میکنه؟ و ان الحج یهدم ما کان قبله. مگر تو نمیدونی که همین حج به خاطر الله تمام گناههای پیشینه را محو میکنه؟ این بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم است به عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه و به تمام امتاش. ببینید چیزی که موردی رضای پروردگار است اولش همین کلمه شهادت است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همین را در خانه بسیار بگیم، بگذار فرزنداتو به همین عادت کنن. خانه ای که کلمه شهادت دایی گفته میشه و یگان شیطان جرأت نمیکنه که بدروید. خانه ای که مردم اهل لا اله الا الله هستند، برکت نصرت پروردگار هرگز از اونجا منقطع نمیگردد. و دوم حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد و تستغفرونه، از خدای بزرگ طلب استغفار کنه، مخصوصا در همین ماه شریف رمضان، خاصتا در همین دهه اخیر. تستغفرونه ای همین لق گپ دنیا را استغفر الله بگین. استغفر الله. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم، پیامبر معصوم میگه استغفر الله فإني استغفره كل يوم 100 مرة.
از خدا طلب استغفار کنه. من که پیغمبر خدا هستم، من حبیب الله هستم، هر روز 100 مرتبه پیش پروردگار طلب استغفار میکنم. سبحان الله. همین قدر مستی هستیم که علاقه ختم کردیم که ما بدرویم. نو در راه اومده استردیم، یک از تلفن کرده است، میگه که دوملو همون سفیان پاک رو اول با دوزخ میبرن، اما را نفهمیدیم این چه خیلیه. پس رحمت خدا کجا میشود؟ این از کجا گرفته شده؟ من گفتم اصلا بگیریم این همین مضمون و مفهوم و چکیده اویه قرآن است که خدای تعالی گفته است و ما منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هر کدامت وارد میشوه میگه در همین دوزخ. این حکم پروردگار ای، اما وارد شدن ای داخل شدن فرق میکنه. یعنی از بالای همون دوزخ میگذره، همه پول صراط ای بالای دوزخ پرتوختگی ای. وابسته به او که به قدم سرعت میگذری همون قدر همون آتش جهنم احساس میکنی. او مسلمانی که مثل برق جهنم میگذره از کجا میدونه که دوزخش چیه یا آتش دوزخ چیگر میدونه؟ او مسلمانی که نور و پروژکتورش آتش دوزخ خاموش میکنه از کجا این را میفهمه؟ اما همونش که ایمانش در افتراک عملش کمتره، در بالای خرک لندیده میروه، اوخه حالتهای میشوه که میگه همون آتش زبانه انم آتش دوزخ پهلوهاشو را میسوزونه، داد فیغانشو میبرویه. همین وارد شدن به همین معنی، یعنی از بالاش عبور کردن. همون اول به دوزخ میبرن که البته ای بالای همون پول صراط میگذرن که همه میگه نباشه این دمو داخل نداشته است، ما داخل نمیشه، ما وارد میشه. خونه تو ای کی تا حکم کرده که تو داخل نمیشه؟ تا ای کجا میدونه که داخل نمیشه؟ چی بسا شخصایی هستن که دعوای ایمانداری میکنن ایم بالای پول صراط سرکی اومدن میگیرن. بر خدا تو حکم نکن، بر خدا حکم نکن. خداوند بگو از آتش جهنم نجاتم بده. طلب استغفار زیادتر کن، خاصتا در این ماه بزرگ که درهای جنت، درهای رحمت پروردگار همیشه بروی بنده ها باز است. سبحان الله. حضرت صلی الله علیه و سلم میگن من لزم الاستغفار جعله الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی برخط همین کلمه استغفار لازم میداره، همیشه ذکر میکنه. خداوند به شرافت همین کلمه اولا میگه در هر تنگی که میافته براش یک فراخی پیدا میکنه، یک راه خلاصی پیدا میکنه. در هر غم و مصیبتی که بالاش میآید خداوند یک خشنودی براش عطا میکنه. واریش خروزیش از مکان از جای میرسونه که در یگان رستشد نیست، هیچ کنا میدونه در یگان رستشد نیست. خدای تعالی رزق خروزیش از اونجا فراهم میاره. سبحان الله. یرا ببینید استغفار نه یک نعمت است. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم. اگر همین قدر سهو و خطایی کنه که خطاهاتو به آسمان برسه، اگر صدقاً توبه کرده طلب استغفار کرده خداوند میبخشد. خداوند آمرزگار و بخشنده است. اما هر فرصت غنیمت دانستن در کار برادرای عزیز خیبه میکنم ده. تا ای کجا میدونی که من پگر از ایده میمونی یا نمیمونی؟ تا از کجا میدونی که رمضان دیگه در میرسی یا نمیرسی؟ حالی که خدا امکان داده زیادتر ذکر که، زیادتر طلب استغفار که از پروردگار. در مسجد میشینن یگون 5-10 دقیقه مونده باشه، ای باشه امام قیصر میکرده باشه به طاقت چی گم یک خونه بودم تسبیح بگی 100 بار استغفرالله بگو. این قدر دل تنگ شده است که طاقت نداریم، طاقت شیشتن در مسجد نداریم. مهلت داره. کلمه استغفار تا زمان قبول است، توبه تا زمان قبول است که جان در غرغره نیاید. در غرغره که اومد دیگه در توبه بسته میشه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکند، میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد، گفت ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. خداوند توبه بنده را تا زمان قبول میکنه که جانش در غرغره ناومده باشه. در غرغره که اومد خلاص. پس فرصت غنیمت دانستن در کار.